رقص بین درون و بیرون. بگذار تا با وقار بین درون و بیرون حرکت کنم. بگذار تا به راحتی با واقعیت‌های همزمان درآمیزم. بگذار تا قلبم بپذیرد دوگانگی تمام آنچه هستم و تمام آنچه را که وجود دارد. ما خیلی خوب آموزش دیده ایم و تمایل داریم که برای رفع نیازهای خود و به دست آوردن احساسات خوبی که طالب آن هستیم به دنیای بیرونی چشم بدوزیم. با خود میگوییم فقط اگر جسم مناسب یا رابطه مناسب را داشته باشم، فقط اگر آن پروژه را تمام کنم یا پولی را که میخواهم به دست آورم، ما مطمئنیم که لازم است در دنیای بیرونی چیزی وجود داشته باشد که سرانجام ما را به سعادت برساند. معمولاً یک شکاف در بخشی از زندگی ما لازم است، جایی که نمیتوانیم معنای امور را درک کنیم. هنگامی که با مانعی روبرو میشویم که قادر به کنترل یا دستکاری آن نیستیم تا به مکان مقدس درون بازگردیم، به جایی که در نهایت ما را نجات خواهد داد. رویدادها، اوضاع و شرایط و تجربیات دنیای بیرون باعث ترک خوردن توهماتی می شوند که درون ساختار ایگوی خود ساخته ایم. من باور دارم که ترک‌ها و شکاف‌ها لازمند تا به درون بازگردیم و بین درون و بیرون پل بزنیم تا بتوانیم به تقدس خود بازگردیم. زمانی را به یاد دارم که تمرین دعای خود را رها کردم و اجازه دادم تا ایگوی بسیار بزرگم کنترل زندگیم را در دست بگیرد. سعی داشتم با محروم کردن خود از هر چیز و همه چیز در دنیای بیرون به روشنبینی برسم، آن هم بدون تغذیه درونی یا کار بر روی دنیای درون. در 28 سالگی در ساحل باشگاهی که مرتب به آن سر می زدم دراز کشیده بودم و خودم را با دوری از مواد، الکل، سیگار، قند، نان، مردان، خرید و دعا سردرگم کرده بودم. من تهی و تنها بودم. سپس مردی که مرا دنبال کرده بود نزدم آمد و پیشنهاد دوستی داد. بدون هیچ فکری پاسخ دادم. تنها در صورتی که مواد در غذایم بریزی به او گفتم که برای داشتن احساس خوب هیچ نوع مشروباتی نمی نوشم، مواد مصرف نمی کنم، خرید نمی روم، به ندرت چیزی می خورم و دیگر رابطه جنسی هم ندارم. بنابراین اگر او کمی مواد در غذایم پنهان کند با او بیرون خواهم رفت. مسلم است که قبول کرد. ویران بودم. پس از چند سال کار سخت برای حفظ بهبودیم درست در آن لحظه همه چیز را به باد دادم برای یک لذت آنی که مرا به جایی نمی رساند. همه چیز را کنار گذاشته بودم. پس از غم و درد بسیار یک بار دیگر فهمیدم که سعی داشتم چیزی را از جهان بیرون به دست آورم که فقط می توان از جهان درون به دست آورد. وقتی تشنه چیزی هستیم که احساس خوبی در مورد خودمان به ما بدهد و از مراقبت از دنیای درونیمان سر باز میزنیم، کارهای احمقانه‌ای از ما سر خواهد زد. الگوهایی را تکرار می‌کنیم که می‌دانیم ما را به جایی نخواهند رساند. به اعتیادهای خود تسلیم می‌شویم. چه پرسه زدن وسواسی در اینترنت باشد، چه خرید، تماشای پورن، خوردن مشروبات، قمار یا سیگار. اکثر افرادی که از احساسات عمیق پوچی و تهی بودن رنج می‌کشند می‌دانند که هیچ چیز نیست و واقعاً منظورم هیچ چیز است که بتوان آن حفره درونی را پر کند. خوشنودی تنها با پیوند دوباره با یک منبع معنوی به دست می آید. باید به اعماق وجود خود برویم و دنیای درونیمان را تغذیه کرده ماساژ دهیم و مراقبش باشیم. پاسخ ما دعاست. دعا نفس را تسکین می دهد، قلب را شفا می دهد و انگیزه های بیرونی را متعادل می سازد. دعا فرایند مقدس پذیرا شدن و پیوند دوباره با شگفت‌انگیزترین و الهام گرفته ترین بخش خودمان است. بدون یک پیوند عمیق با جهان درون هرگز لذت‌های حقیقی جهان بیرون را تجربه نخواهیم کرد. زیرا این دو دست در دست هم هستند. وقتی شیرینی جهان درون خود را بچشیم می‌بینیم که آنچه در جهان بیرون رخ می‌دهد آنقدرها هم مهم نیست، زیرا در حضور چیزی هستیم که بزرگتر و باشکوه‌تر از آن است که تصور می‌کردیم. داشتن پیوند الهی یعنی زیستن یک زندگی پر از دعا تضمین می‌کند که تمام احساسهای خوبی را که آرزویشان را داریم
بدون ترک کردن آرامش حرم درونی خود تجربه خواهیم کرد. وقتی که به جهان درونی خود وصل هستیم، چیزی را که تجربه می کنیم که فرانتس کافکا به زیبایی بیان کرده است. نیازی نیست از اتاقت بیرون بروی. پشت میزت بمان و گوش کن. حتی گوش هم نکن. فقط منتظر بمان. حتی منتظر هم نمان. ساکن در گوشه ای بنشین. جهان بی هیچ متنی خودش را به تو عرضه خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش برداری. چاره دیگری نداری. غرق در شادی خودش را به زیر پاهایت خواهد انداخت. شبه گرسنه. اجازه می دهم که عشقت آتش نیازهای برآورده نشده ام را سیراب کند. باشد که حفره درون قلبم امروز شفا یابد. باشد که شهد شیرین الطاف تو نفس همیشه عاشقم را پر کند. وقتی که در خوشنودی نور حیات بخش تو غوطه می‌خورم، در درون هر یک از ما یک شبح گرسنه وجود دارد که همیشه همه چیز را بیشتر می‌خواهد. پول بیشتر، شهرت بیشتر، تایید بیشتر، مادیات بیشتر. شبح گرسنه یک اصطلاح بودایی است که به جنبه‌ای از خود اشاره دارد که از لحاظ عاطفی تهی و تشنه رفع نیازهای خود است، اما نمی‌داند چگونه. مهم نیست دارایی ما چقدر است. اگر در دنیای درون فرد محرومی باشیم، شبح گرسنه کنترل را به دست می‌گیرد و در می‌یابیم که تغذیه اشتهای سیری ناپذیریش غیر ممکن است. شبح گرسنه هرگز سیر نمی‌شود. جالب است که فقط وقتی به خودمان اجازه می‌دهیم در پیوند با روح معتبر شویم، بسیار کم می‌خواهیم، زیرا در درون بسیار غنی هستیم. اگر تمام آنچه تا به حال برایش دعا کرده ایم، مراقبه کرده ایم و درخواست کرده ایم باعث پیوند عمیق‌تر با الوهیت شده باشد، هر چیزی که در آن سطوح بالاتر خودآگاهی ارتعاش دارد، از جمله ثروت و فراوانی، نزد ما خواهد آمد. اما وقتی که از این منبع جدا شده باشیم، تشنه هر چیزی می‌شویم که این توهم را به ما می‌دهد که باعث احساس بهتر ما خواهد شد. تنها رضایتمندی برای شبح گرسنه این است که آن را با خدا، عشق و خودآگاهی برتر پر کنیم و به همه آنچه که هستیم و همه آنچه که به آن مربوط است وصل شویم. وقتی که به جوهره حقیقی خود وصل هستیم، در درون احساس می کنیم روی ابرها هستیم. این گونه است که در میابیم با خدا یکی هستیم. قادر هستیم از احساسات کوچک و افسرده کننده قلب درمانده خود فراتر برویم و همتایان الهی خود را جستجو کنیم. وقتی وصل هستیم قادر می‌شویم چیزی را که می‌خواهیم متجلی کنیم. هنگامی که در درون پر هستیم، خود به خود نسبت به خود و دیگران از عشق، همدلی و مهربانی لبریزیم. زندگی حقیقتاً رقص شگفت‌انگیز بین دنیای درون و بیرون است. ما به تجربه بیرونی نیاز داریم تا بیاموزیم، رشد کنیم و متحول شویم. اما دنبال کردن دنیای بیرونی بدون توجه ورزیدن به درون ما را تهی و بسیار ناامید بر جای خواهد گذاشت و صرفاً پرسه زدن در دنیای درون نیز باعث تجربه انزوا، تنهایی و فقدان می شود، مگر اینکه سبک زندگی روحانیت را انتخاب کرده یا قدیس باشیم. وقتی به دنیای درونی خود وصل هستیم، پیشاپیش همان چیزی هستیم که آن را جستجو می کنیم. پیشاپیش آنچه را که آرزو داشتیم داریم و از همه مهمتر می دانیم که هرگز نباید از جایگاه کمبود چیزی را خلق کنیم. هنگامی که به منبع حقیقی خود در درون باز می گردیم، در مورد کیستی خود احساس خوب پیدا می کنیم و برای تجربه لذت تجلی خواسته های بیرونی خود را لایق می بینیم. وقتی به جهان بیرونی وصل هستیم، به جای تلاش نومیدانه برای دستیابی به چیزی که باعث حال بهتر ما در لحظه می شود، شاهد انواع تجربیاتی هستیم که می خواهیم داشته باشیم. تجربیاتی که می توانند شاد، هیجان انگیز و خلاقانه باشند و ما را در تحول و رشد یاری کنند. دیگر مجبور نیستیم بپرسیم چه کاری از من برمی آید و چه چیزی می توانم به دست آورم تا احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم. در عوض این حقیقت غیر قابل انکار را درک می کنیم که تمام و کمال و ارزشمندیم، عشق می ورزیم و مورد عشق قرار داریم.
قادریم دانه های خواسته هایمان را در خودآگاهی حاصلخیز خود بکاریم و بدانیم که میوه خواهند داد. دعا معبری است که ما را به الهی ترین خودی که داریم میرسانند. ما را شستشو می دهد و غبار از خودآگاهیمان بر می دارد تا افکار و احساسات مقدس و حیات بخش ریشه بگیرند. وقتی در حضور قدرت، پتانسیل، زیبایی، ارزشمندی و نور خود هستیم، دیگر مانند گذشته نسبت به افکار انتقادی، ناامیدی، خودناباوری، طمع، ترس، سرزنش یا تاریکی آسیب ناپذیر نخواهیم بود. وقتی به جوهره معنوی خود وصل هستیم، احساس می کنیم به اندازه کافی خوب، مطلوب، مورد عشق، با اعتماد به نفس، ایمن و پرانگیزه هستیم و هنگامی که پیوندمان قطع می شود، احساس ترس، ضعف، بی‌ارزشی، دوست داشتنی نبودن، رها شدگی و تنهایی می کنیم. امت فاکس در کلید طلایی می گوید وقتی دارید به مشکل خود می اندیشید، به این معناست که به خدا فکر نمی کنید. ما از طریق ابزار دعا به شناخت خدا می رسیم. از طریق قدرت دعا به شناخت تقدس خود قائل می شویم.